ما راستی گپ همون سال 75 من 13 تموم کردم. ما اومدیم همون سال به انستیتوت صنعتی اون وقتا با یک آرزو و آمال‌های زیاد اومدیم که ما را دیدن که امسال برای تئاتر خانواده‌ام است و شما میتونید این سال دیگه بیایید. اگر تصور کنید که اون سالا خیلی میگفتن که برای سال دیگه بیایید، بسیار بچه‌های فعال مکتب بودیم، پیش مکتب بودیم. بعد اون یک زمانی بود که میگفتن که رفت و داخل نشید. باور کنید من گریه کردم. چندین آدم رفتن گریه و زاری کردیم. بعد یک تا جوره زنی دکتنی فاکولته کتابخانه داری بود. اما وقت ما را دید که ما گریه داریم، برد پیش همین تمر مقسومونه عبدالشکور و گفت که همین که حواس دارن اینا را گرفتن در کار. بعد همین خیلی ما در کورسی همون سال برای تئاتر خانواده‌ام در کورسی همون بچه‌ها منو خرما شیرین و خدا رحمت کنه از بدخشان محمود علیزاده بعد من داخل شدیم. استاد اینا میخواستم پرسم که شما ختم کردید خانواده‌ام رفتید و خیلی مدتی کم در خانواده‌ام موندید، چرا دوباره برگشتید دوشنبه؟ این که اون سال باید 2 سال کار میکردیم و بعد دیپلم میدادن، دیپلم نمیدادن تا همه 2 سال کار نمیکردیم. رفتیم نیم سال کار کردیم که ما خدمت عسکری گرفتن از خانواده‌ام. رفتیم 1.5 سال خدمت کردیم، الکی 2 سال شد. از خانواده‌ام عسکری رفتیم و اومدیم، بعد عسکری رفتیم خانواده‌ام حجت را گرفتیم و ما از همون سال 81 اومدم به تئاتر لاوتی و تا حاضر در تئاتر لاوتی کار میکنم. استاد به نظرتون وقتی که شما در خانواده‌ام نموندید به هر حال تئاتر مضافات است از مرکز دور است، چرا باختید یا چرا بردید شما اون که در خانواده‌ام نموندید؟ باور کنید بسیار سوال خوب است. با وجود آن که تئاتر مضافات بود، تئاتر همون وقتای خانواده‌ام یکی از تئاترهای نامدار رو بسیار هنرمندای شناخته شده جمهوری در اونجا فعالیت میکنن، چون که تئاتر موسیقی دراموی بود، چون اونجا هنرمندا آوازخوانه بودن. همون شب روز تئاتر خانواده بسیار آوازهای بلند داشت. برای من بسیار یک افتخار بود و حاضرم افتخار میکنم که در همون تئاتر من کار کردم 7-8 ماه و امروز حاضرم هم کورسای ما در اونجا هستم. من هر یک بار اگر به همون ولایت سوخدوام حتما هم سبقم دعوت میکنم، یک جا میشنیم یادآور میشن اون روزا. ولی استاد شما جواب ندادید که چرا باختید یا چرا بردید از اون که در خانواده‌ام نموندید؟ یک باختگی نیستم. از اون که در تئاتر خانواده‌ام کار کردم باختگی برام با اون معنی نیستم که من اونجا دور و دراز کار نکردم. اگر دور و دراز کار میکردم بعد اونجا میتونستم گفتم که باختم یا بردم. نه که من دور و دراز کار نکردم، در دوام 6-7 ماه کار کردم. من فقط برد کردم، چون که 3 تا اسپکتاکل دیپلمی که ما در انستیتوت داشتیم من شخصا نقشه‌های مرکزی رو بازی میکردم و همین در همین تئاتر گویا که یک دوره بسیار شیرینی حیات من بود. تالاری همون تئاتر هم از سرودم بود. بعد چندین 10 سال رفتم که قریب که آدم ندیدم. با وجود من برد کردم از اون که در تئاتر خانواده‌ام وقت کار کردم، همراه استادانی هم وقتا بای ندادم من یکون چی. سلامت استاد، آخران چیزی که من میخواستم پرسم از شما انتظاری شما از نسل نوی تئاتر خانواده‌ام. من بعدا میشنوم که همون بنا در یک حالت بسیار لازمی، یعنی حالت تعمیر طلب قرار دارد. بهترین هنرمندانی جمهوری سر کرده از لطفی زاهد و صفا فاضل و کامل یارمت با بسیار انفیز از همین زاده شهر خانواده‌ام هستند. همین مردم خانواده‌ام مردم هنرپرور و هنردوست هستند. مثلا من بسیار میخواستم که تئاتری همون دولتی موسیقی دراموی به نام صفا فاضل و شهر خانواده‌ام تعمیر شود و در همونجا همون تئاتر مکانی بود هم معرفت فرهنگی تئاتری همون ولایت شود. من همین آرزو دارم. استاد سلامت باشین. کوتاه خیلی صمیمی بود. زنده باشین. وقتتون نگرفتم. عذر استاد جان. هر چیزی گفتم صمیمی گفتم، چون که من تئاتر خانواده دوست می‌دارم. بسیار مردمی خوب هستند. اگر همین قدر آباد شود بود بهتر می‌شود. سلامت باشین استاد. به راهتون دوام ته. عذر استاد جان. تشکر که همین موضوع دست میگیرید. این موضوع در کاری از لازمی است. دلیل جان با شما برای کار و موفقیت. سلامت باشین. زنده باشین استاد جان. تشکر. زنده باشین استاد جان. خوب استاد جان.